بعد میگم کار دیگه بزنم پرورش سبک اینا یه وضعیت من بعد اینم نزدیک سخت ما بزرگ منه یه به پاک اونها رفتی تا سر نگاه حالا دوری رو برای نمیگرم خودمون ببینیم یه وضعی ولی بازم میشه از فضاها لذت برد چون که این چند روزی بارندگی خیلی خوبی داشتیم یعنی ما 2 روز بارندگی نان استاپ داشتیم و این کلبه‌های فرزاد جعفریه شما فرزاد جعفری نمیشناسید اگر اومدین شمال میتونید بیاید ازش کلبه با قیمت بنزین موتور هم داره تموم میشه پسر فردا خونه ببره کاری با من نداشته باشه بعد اینم باغ نیشکر مردم کانال برای ماهیگیری حالا اونم زمین بزرگترین زمین فوتباله حالا شاید سوال باشه برای تو چند تا زمین فوتبال داره که این بزرگترینش هیچ هم یه دونه ولی بزرگترین مرسی